واقعا خواندن دعای قنوت مشکل است. خیلی شاید یاد نداشته باشه یا کمش یاد داشته باشه یا هیچ یاد نداشته باشه و با تشویش باشه که نماز ما چطور می شود، آیا نماز ما درست است یا خیر. تا دماغی من معطر گردد از گیسوی تو، غیر از این مطلب نباشد یا رسول الله مرا، غیر از این مطلب نباشد یا رسول. سلام علیکم. علیکم. کم دعای قنوت نخواندی؟ کم شاید واقعا خواندن دعای قنوت مشکل است. خیلی شاید یاد نداشته باشه یا کمش یاد داشته باشه یا هیچ یاد نداشته باشه و با تشویش باشه که نماز ما چطور می شود، آیا نماز ما درست است یا خیر. خواه می نویسن اگر کسی دعای قنوت کمش یاد داره، هر قدر که یاد داره مقایسه یاد کنه، و اگر هیچ یاد نداره این دعا را بخواند: اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. یا هم 3 مرتبه بگید اللهم اغفر لی، یا 3 مرتبه بگید یا ربی، و از همین 3 تا کدامش خواندی نماز درست میشه. و ما یک بار دعای قنوت میخوانم، اگر کسی یاد بگیره بهترین عمل است و چیز زیباست که هر کس دین خود درست یاد بگیره. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار. إن يزدع قنوت إن شاء الله.